پشت پسته رو هم اگه ببینید، اگه این رنگ چوبی شده باشه یعنی پسته بیش از 1 سال مونده. سلام دوستان، تو اخبار اومده بود که اروپایی ها به ایرانی ها 6 ماه فرصت دادن که کیفیت پسته صادراتی ایران رو افزایش بدن و چند محموله پسته رو هم برگشت داده بودن. من رفتم فروشگاه، تو یکی از فروشگاه فنلاند این پسته رو که مارک معروفی است و از آمریکا وارد اروپا و فنلاند میشه رو گرفتم برای اینکه بهتون نشون بدم کیفیت این پسته چطوره. کاملا بسته است، باز نشده. ما بازش میکنیم. پسته مارک آلستو کالیفرنیا. ببینید من مدت‌ها از این پسته دیگه نمی گرفتم به خاطر کیفیت و طعم افتضاحی که داشت، اما این پسته مجوز واردات از کشورهای اروپایی رو میگیره، اما پسته ایرانی با اون طعم بسیار عالی که واقعا بی‌رقیب هست مجوز نمیگیره. این یکی خوب شد. ببینید پشت پسته رو هم اگه ببینید، اگه این رنگ چوبی شده باشه یعنی پسته بیش از 1 سال مونده و اگه رنگ حالت نارنجی صورتی رنگ داشته باشه یعنی پسته تازه است. این پسته کهنه است. بار اول هم نیست که این پسته رو میگیرم. البته پسته های خوب هست تو فنلاند، ولی بسته‌بندی خود شرکت های فنلاندی مثل شرکت پیرکا یا رینبو اونا بسیار بهتر از این نمونه هستن. ببینید بهتون نشون میدم. بله، وقتی که یک کشور توانایی اقتصادی، سیاسی، نظامی داشته باشه، برش سیاسی داشته باشه، جنسای بنجلش رو به راحتی به دیگر کشورها میچپونه. واقعا کشورهای دیگه مجبورن جنسش رو بخرن برای اینکه با عوارض و مشکلات سیاسی و اقتصادی دیگه‌ای مواجه نشن. این جنس وارداتی از آمریکاست و در مقایسه با کیفیت کالای ایرانی، جنس ایرانی، مواد غذایی ایرانی واقعا قابل مقایسه نیست. حتی تخمه کدو رو، این بهترین تخمه کدویی هست که من تونستم از فروشگاه ها بگیرم بدون یک دونه خرابی، طعم واقعا خوب و ایرانی. از کشورهای دیگه هم هست، بعضا خوب هستن ولی به کیفیت این تولید کشور خودمون نشدن. حالا نمیدونم به خاطر سختگیری های شدیدی که اعمال میشه بر واردات اجناس ایرانی هست که اینقدر با کیفیت خوب وارد اروپا میشه، یا دلایل دیگه ای داره. البته من نمیگم که در داخل خود ایران اجناسی با کیفیت به این خوبی پیدا میشه، اما در اروپا تجربه من اینه که اجناس تولید کشور خودمون واقعا عالیه، واقعا عالیه. خب شاد و پیروز و سربلند باشید.